سردار سابق شعبه حفظ محیط زیست شهر پنجکند اسمتزاده اشرف اسمت به تصرف 1,247,689 سومونی برابر تقریبا $110,000 پولهای از بودجه جدا شده ایبدار می شود. مرکز مطبوعات اگنتی مبارزه با کروپسیای تاجیکستان روز 12 فوریه سال 2024 خبر داد که اسمتزاده اشرف اسمت از 4 ایول سال 2016 تا 20 فوریه سال 2023 در وظیفه سردار شعبه حفظ محیط زیست شهر پنجکند کار و فعالیت نموده، با وجود آنکه شخص منصبدار به حساب می رفت، در دوره فعالیت کاریش رهبر شرکت نسا آرو نیز در دست داشته و با فراهم آوردن شرایط برتری برای این شرکت شخصیش به تصرف پولهای بودجه به مبلغ مخصوصا زیاد دست زده است. اگنتی در گزارشش نوشته است چنانچه نام برده قصد به دست آوردن فایده مفت را برای از آن خود کردن مبلغ‌های بودجتی نزد خود پیشه نموده، برخلاف طلبات‌های قانونگذاری جمهوری تاجیکستان عمل کرده، به واسطه در اداره کنی و رهبری شرکت نسا غیر قانونی اشتراک ورزیده، با استفاده از مقام خدمتیش همچون سردار شعبه حفظ محیط زیست شهر پنجکند برای به امضا رسانیدن قراردادهای دولتی بین مقامات دولتی شهر پنجکند و شرکت نسا در این زمینه دوام ماه‌های سپتامبر دکامبر سال 2022 طبق مساعدت و پشتیبانی به واسطه اسمتزاده جمعیت نسا در 9 حالت ضمن اجرایش طلبات‌های قراردادهای دولتی با نهادهای دخلدار شهر پنجکند جهت اجرای کارهای ساختمانی و تامین مال و محصولات دست به از آن خود کردن مبلغ‌های دولتی و ساختکاری اجرت‌ها زده، با این را در مجموع 1,247,689 سومونی از حساب مبلغ‌های بودجت جدا شده را تصرف کرده به احتیاجات شخصیش صرف نمود. اگنتی گفت وابسته به این حالت‌ها نسبت به اشرف اسمتزاده پرونده جنایتی با ماده 245 قسم 4 بند ب 318 323 و 340 قسم 2 بند ا کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده، با گذرانیدن عملهای ضروری مرافعوی پرونده جنایتی با تصدیق فکر عیبدار کنی به سود ارسال کرده است. بر اساس هر کدام از این ماده ها به اسمتزاده چند سال حکم زندان یا جریمه تهدید می کند. خود اشرف اسمتزاده و نزدیکانش هنوز قضیه را شرح ندادند. اشرف اسمتزاده سال 2021 به شرف 30 سالگی استقلال تاجیکستان برای خدمت‌هایش با فرمان پرزیدنت امامعلی رحمان با مدال خدمت شایسته سرفراز گردانیده شد. اشرف اسمتزاده برادر پدپلکوونیک مشرف اسمتزاده است که تا به مقام معاون سردار شعبه دوم کارهای داخلی ناحیه سینای شهر دوشنبه رسیده بود. در تیر ماه سال 2021 4 مقام بلندپایه نهادهای حفظ حقوق این ناحیه سردار شعبه وزارت کارهای داخلی 2 در ناحیه سینا ظفر اسماعیل زاده، معاون اول دادستانی ناحیه سینا سهراب سلیم زاده، معاون سردار شعبه وزارت کارهای داخلی 2 ناحیه سینا مشرف اسمتزاده و پدپلکوونیک شکور رحیموف، معاون سردار شعبه تفتیشات شعبه وزارت کارهای داخلی 2 ناحیه سینا که تا رسانیدن به مرحله اوف مفتش نخستین قضیه عذاب و عقوبت مدینه محمدجانو بوده است. برای نقششان در پوشاندن پرونده این جوانزن از منصبهایشان برکنار شدند. با عذاب و عقوبت کشتن این همسر دوم منصبدار شرکت میگافون پرویز دولتوف در ماه آگوست سال 2021 در جامعه سر و صدای زیاد به وجود آورده بود. تحقیقات بعدی معلوم کرد که مقامات ناحیه سینا ماه سپتامبر سال 2021 اعمال گمانبر شونده اساسی عزیزه دولتوف و همسر قانونی پرویز دولتوف را به قانون اوف تغری کننده کشادن پرونده جنایتی به ضد او را رد کردند.